پس از دفن رجبعلی نظرов که به دور مرموز هنگام خدمت در ارتش فوتید و در رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیاد را به وجود آورد، دادستان حربی گارنیزون شهر خاروق به سنجش مرگ او شروع کرده است. یک مقام بلندپایه دادستان حربی کشور روز 26 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که حادثه در ناحیه مرغاب به وقوع آمده است، طبق سفارش دادرس‌های منطقوی گارنیزون خاروق سبب‌های فوت سرباز را تفتیش و تحقیق می‌کنند. این سرباز فوتیده تقریباً یک هفته قبل از مرگش از قسم نظامی 13483 ناحیه واسع به قسم نظامی 15426 قشون‌های خشکگرد ناحیه مرغاب انتقال یافته بود و در دعوت تیر ماهی سال 2020 اختیاری به خدمت حربی رفته است. نزدیکانش گفتند پس از نشر خبری رسانه‌ها درباره مرگ رجبعلی نظرov نمایندگان از مقامات دادستانی حربی در ولایت سوخت آمدند و وعده بازرسی به این قضیه را کردند. عبدالحفیظ غایب نظر برادر کلانی رجبعلی نظرov میگوید مقامات محلی بعد دفن دادرش برای گذرانیدن مراسم ماتم مواد آذوقه‌واری آورده و کمک مادی نیز کردند. همین 3 روزه که دائمی چیکار رفتن آمده دلپرسی کرده باز یاردم هم رساندن. در حقیقت اما کم نمیدونم 3000 دادن، دستی پدرم 2000 دادن. باز من این روغن و برنج و تا پیاز و نمیدونم همه چیزی که در همین معرکه استفاده برده می شود همین چیزی دستگیری کردن و رئیس ناحیه آمده بود. در حقیقت یه روح آدم کمتر بلند می شود، یه دلش و سفیدی می غلطد. صبح 21 اپریل کارمندان کمیسریت حربی ناحیه دیوشتیش جسد رجبعلی نظرov ساکن 19 ساله دهه کجراوت جماعت اسماعیل سامانی این ناحیه را به نزدیکانش سپردند. مقامات سبب مرگ سرباز جوان را درد شدید گرده و از کار ماندن آن گفتند، ولی برخی از پیوندان سرباز میگویند در بدن او آثار لط و کوب را دیدند. نزدیکان سرباز به شرح مقامات که گویا از درد گرده فوتیده است شک دارند و میگویند اگر گرده‌اش درد داشت چرا لب و اعضای دیگری بدنش کبود بود. در مرغاب او به هوای بلند یک از رفتگی نفسش جفته همین که حالگی نفس گرفته بود دو وایروس همین نفسش گشت مرد همیشه گفتن که رزولتات نیست یگو جلد دادگیر شد. در نتیجه تشخیصی که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد چنین نوشتند: سبب بی‌واسطه فوت ورم شدید معاینه سر، ورم شدید شش‌ها، نارسایی شدید نفس و کار دل و رگ‌هاست. این خبر در شبکه‌های اجتماعی نیز مورد بحث‌های طولانی قرار گرفت و وجود احتمالی سرباز مهتری در قسم‌های نظامی را رو کرد. این در حالی است که حالا در تاجیکستان دعوت بهاری جوانان به صف ارتش ادامه دارد. نمیدونم چی چیزایی شده که با کامنتاری یا گپای بیزه زده بعضی کسا. این مقصد اساسی که من نپریمیر رادیو آزادی به اینترویو دادگیم این نبود که یگان کس دل خنک شوده از خدمت. مقصد اساسی من همین بود که سبب مرگ دادرم مقصد روزاند. من تیارم که خدمتی نیمکاری دادر ما بود کرده بیایم. با این حال فرضیه های سبب فوت رجبعلی نظرov از نگاه پیوندانش یکسان نیست. علی نظر نظرov امک این سرباز به نتیجه تشخیص مرگ جنش باور دارد و برای دادخواهی شکایت نخواهد بود. دکترا گفت این سبب مردگیش گفت همون همشه تشخیص گذراندگی گفت. اگر همین پای دختگی هاشون هم تو برفتگیش همین جایی که دراندن کردن گفت اگر این لب میشد باقی ماندی پوستی سر بود سیاه میشد گفت یا کبود میشد. لیکن اگر باور کنید که اگر ایستا بلد کوم میشد چی میشد من لیست خودم ده مثال همون سیستم که میکردم من شما که تماس میبرم یا یگان لیکن باور کنید اگر یگان همین خدا هست که ما چی دور اومدیم نیست. من دیدم که دختگی آخه همون مدیسین دختر هم تو کشرو باید. در همین حال علی نظر نظرov امک سرباز و پیوندان دیگرش به تکرار میگویند رجبعلی پیش از به خدمت عسکری رفتنش و هنگام خدمت نیز از سلامتیش هیچ شکایت نداشت.
ولی دو برادر این سرباز عبدالجلیل نظرов و مهردین نظرов که در مهاجرت مهنتی هستند میگویند به زودی به تاجیکستان میآیند و با کمک ادوکات ها و مقامات نظارتی حتی تا رئیس جمهور شکایت میبرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.